خب سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من فراد گودکینگم و خوش اومدید به یه ویدیو جدید. بچه ها امروز اومدیم اکی 117 متیک رایگان همین امروز میتونید دریافت کنید و استفاده شو ببرید. بچه تو این صفحه لابی که هستید گوشه سمت چپ، حالا برای این کسایی که تصویرشون این شکلیه، برای کسایی که تصویرشون مثلا یه مدل دیگه است، اون آموزشش هم همین جلوتر میبینید. و بچه این سیلز ها که مثلا آفرای استرام باکس ها، بلاکی باکس ها، مثلا بعضی از گردون های لجند توش میاد، میتونید از اونجا مثلا بخرید. میرید توی بخش سیلز ها، بخش لاگین این پس، و اینجا با این صحنه مواجه میشید. با این صحنه که مواجه شدید بچه ها، گو رو میزنید میرید توش و بازم با این صحنه مواجه میشید. و بچه این کلیم آل رو که بزنید، همین امروز شما میتونید اکی 117 رو به مدت 3 روز دریافت کنید. حالا در طی مدت های دیگه، مثلا روز دوم، روز سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، جواز دیگه هم میتونید دریافت کنید که مثلا 50 تا سی پی و 2 تا استرام باکس متیک اکی 117 برادر زبونش یادش رفته. و روز چهارم هم به مدت 3 روز هم میتونید سیار مکس لجند اگه نگرفتید، هم باتوم لجند به مدت 3 روز دریافت کنید. اگه دریافت کردید مثل من، میتونید این بخش سیکرت کچو بگیرید. و بچه ها وقتی که این 50 تا سی پی رو گرفتید، شما میتونید یکی از کارهایی که باش بکنید، زده spend 50 CP to unlock the premier rewards، که این بخش پایینی که قفله براتون وا میشه. و وقتی که این قسمت رو زدید، قسمت های پایینی براتون وا میشه بچه ها. و حالا طی 7 روز میتونید یه تنه همه رو جمع کنید، یا میتونید روزی یه دونه از اینا رو دریافت کنید که همشون هم به مدت یه روز دیگه فایده نداره. من این سی پی رو استفاده نمی کنم، میرم حالا گردونه زیلاتی چیزی میزنم باش که حالا شانسمون رو امتحان کنیم دیگه. بچه حالا تست و بررسیش هم همینجا براتون میذارم و یه اتچمنت خفن هم میچینم براش. و بچه من 4:30 صبح بیدار شدم، دیدم این ایونت اومد و گفتم سریع براتون آموزششو بذارم و 100% هم الان براتون فردا 2 بعد از ظهر آپلود شده میتونید ببینید. و بچه این اتچمنتش بریم براتون نشون بدم. اینو من صبح چیدم ها، خیلی خفنه. و به بچه این هم اتچمنتشه که میبینید، میتونید بردارید و استفاده کامل ببرید. و چه اینم کموشی اصلا حرف نداره، کمو قدیمیه. خب بچه حالا من تست و بررسیشم باتون میذارم، بریم با همین دوشون یه دول بزنیم. بهش بگم گان بریم. خب بچه امیدوارم که برادر 50 تا سی پی هم زده فکر کنم و 100% الان میخواد رو من تست رو پیاده کنه. بریم حالا داشته باشیم، درسته براش بنویسم گان. خب بریم، امیدوارم که بچه دست اولم هم هست، سنو اصلا گرم نیستم. بیا بیرون، مجبورم یکم تراکات
پلی بدم بچه. این اتچمنت دیگه من چیدم فقط کافیه بگیری رو انمی، یعنی اینطوری بتونی نکنی بسن. برادر نوک نزنه دیگه وقت اصلا. بچه یه لحظه اصلا تیر نزد، نمیم چرا، چقدر عجیب. بنازم 5 تا اینجاست، بیا بیرون جایی. اوی بچه گیف پایرش هم ببینید دیگه، مثلا خدا سینه اتچمنت که دشفره بسن اتچمنت میچینه، خدا میخواد که فقط عشقای دشفره حال کنن و میخوان که اصلا رنگ کن همه رو. ببین بجای اینجاست. وی اینه باش بچه حال کردی اصلا. این بالا بیرون بجای اینجا بیرون. چه اصلا هیچ ایده ای ندارم کجاست و دیگه خودتون میبینید دیگه بچه اصلا خیلی وحشتناک میزنه. و کل دوم او برادر سنسور رو روشن میکنه. بنازم داشت سنسور نزن نوکرتم اینجاست. برادر خودکشی، ای بابا دوش الان خودکشی کرد 2 دقیقه دیگه میخواد چی کنی اصلا. دوش فراد دیگه میره تو فاز موومنت بازی. بیرون به به گنگ بالا بیرون. از این طرف نمیای، از این کجا نیست برادر. یعنی برادر رو هوا شهید میشود اصلا دیگه. بچه برید عشق کنید 3 روز اصلا اینه چیت پلی بدید. یارو فقط مواظب باشید دیگه ریپورتتون نده. بعد این مچ هم ازش رضایت پخش ویدیو رو میگیرم و یک چند تا کیلم بهش آوانس بریم بچه. جایی اوی اسمین نشست. خب این طرف میاد دیگه. یه چند تا کیل آوانس بدیم بعدش دیگه اودن بنازم داشم اودن میزنه. خب وی داداش برادر سگ ول میده آجی پشمو. داداش از تو بعید ناموسن. اصلا مرسام داداش فقط بعد این هست کیک نده که حداقل رضایت ازت بگیرم پخش کنم. بچه اصلا میبینید یارو دمیج هم نمیتونه بده. اصلا بچه یه بنازم تو کامنتو داشت فراد نمیرسه برسه بزنید اصلا بزنید داش فراد پرو پلیریان داش خودکشی نکن نوکرتم. بنازم بیا بیرون. کجایی
پلوی من نیایی، بیا بیا پیش پیشی، دارم میرم تا بازی تمام. و بچه ها اینم از تست و بررسی و آموزش گرفتن این که 117 متیک. خب بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو همراهی کردید، عشقید. فعلا پیس اوت، خداحافظ.